سلام و درود. منصور دارستانی هستم از کانال ققنوس کریپتو. امروز دوشنبه 10 دی ماه با تحلیل سیگنال ها و واچ لیستامون میخوایم در خدمتتون باشیم. الان روی چارت اتریوم هستیم. همونجا که میبینید دوباره حمله به سقف مقاومتیش داره میزنه که دلیل این هم هست اینه که بچه‌ها بیت کوین دامیننس داره همینو منفیشو میزنه دیگه، یعنی پول داره میاد به سمت اتریوم و آلت کوین ها. فعلا تو این ساعتی که داریم صحبت میکنیم، دیشب هم دیدید که شرایطش بهتر از بیت کوین عمل کرد اتریوم، همونجوری که بارها در موردش روزهای قبل صحبت کردم که ETF ها دارن ورود پول میدن به اتریوم و پول داره از بیت کوین خارج میشه. خب فعلا داریم این شرایط رو میبینیم، فعلا درگیر این باکس مقاومتیه تا موقعی که 3444 رو ازش عبور نکنه نمیتونه به هدف اولش یعنی 3581 برسه. این چند بارم تلاش کرده و میبینید که چند بار اینجا تلاش کرده و باعث ریجکت و به سمت پایین اومدنش شده، ولی تا موقعی که الان امروز بالای 3359 هدف اولش 3581. خب حالا بچه این از اتریوم. شیبا هم یکی از واچ لیستامونه. اینجا یه الگوی تقریبا تو تایم فریم یک ساعته الگوی سعودی میبینیم از شیبا. خب شیبا تا موقعی که بچه بالای 2134 هدف اولش میتونه 2212 باشه. اگر بتونی از این مقاومت قویش عبور کنه که نیاز به یه پول داره دیگه، 2244 عبور کنه هدف دومش میشه 2289. پس این تا اینجا، پس تا موقعی که بالای 2134 ما میتونیم روندش رو صعودی ببینیم و دست پیدا کردن حتی تا این مقاومت هم میتونه امکان پذیر باشه. باید ببینیم چطوری. اگه اینو به سمت پایین بشکنه میریم توی فاز اصلاحی شیبا و هدف اولش 2057 و هدف دومش 1978. پس این از شیبا. بریم روی ایکس امپایر. بچه ایکس امپایر هم دقیقاً شبیه همن دیگه. از این باکس تا موقعی که بالای 15404 من روندش رو صعودی میبینم. فعلا دوباره تلاش کرده، بارها تلاش کرده که این خط روند نزولیشو پس بگیره، چند بار حرکت کرده، اینجا شادو زده برگشته. این سری ببینیم اگر بتونه بالاش تثبیت کنه هدف اولش 162.68 و هدف دومش 171.60 میتونه اگر شرایطش خوب باشه به این دست پیدا کنه. خب اینم از XRP. حالا پپر رو ببینیم بچه‌ها. پپ هم دقیقاً ببین تقریباً همشون شبیه هم عمل کردن دیگه. الان درگیر این خط رونده میشه، بعد از این عبور کنه. خب تا موقعی که بالای بچه‌ها باکس آبی رنگ منه یعنی 1790 من روندش سعودی میتونم ببینم. هدف اولش میشه 1869 که نزدیکش، تقریبا هدف دومش هم میشه 1956. خب اینجا بچه یه نکته منفی داره فقط که این خط روند سعودیشو از دست داده. میتونه یه پول بک باشه و ادامه مسیر، ولی اگر الان مارکت بخواد قوی عمل کنه، آلت کوین‌ها بخوان قوی حرکت کنن، میتونیم هدف دومم یعنی 1956 قابل دسترس ببینیم، چون کندل خوبیه. الان این کندل قوی هستش. ولی اگر اینجا رو به سمت پایین بشکنه چطوری میشه؟ یعنی 1792 رو به سمت پایین بشکنه، بخواد اصلاح اتفاق بیفته 1707 میتونی دنبالش بگری بابت برگشت، یا 1623. خب این از پپه. بریم سراغ دوج کوین. بچه دوج کوین هم ببین دقیقاً همش شبیه همن دیگه، ولی خب برای اینکه بخوایم روش ترید کنیم یا نوسانش رو بگیریم، این هم این خط رونده رو دقیقاً شکسته و یه پول بک زده و دوباره اومده اینجا و دوباره برگشته، میخواد تلاش کنه بابت شکستش. پس تا موقعی که بالای 31456 هدف اولش 32622 اینجا و هدف دومش میشه 33820. بعد منتظر باشیم ببینیم بچه‌ها این فقط یه پول بکه و ادامه اصلاحه یا اتفاق دیگه بیفته. حالا اگه این باکس آبی رنگ ما رو یعنی 31456 به سمت پایین بشکنه چطوری میشه؟ هدف اولش میشه اینجا، میتونیم دنبال برگشتش بگردیم دیگه، 302.82 و هدف دومش 29.082.
این هدفاییه که در صورتی که بخواد اصلاح کنه مارکر یا دوج کوین میتونیم اینجاها دنبال برگشتش بابت نوسانگیریش بشیم. خب این از دوج کوین. خب بچه نیرو این خیلی خوب عمل کرد. خب دقیقاً همشون به اون قسمت خرید اول رسیده بودن دیگه، نقطه پله اول خرید اون همشون دیشب تقریبا رسیدن. این هر کی میخواست با ریسک بالا بخره میتونست بخره و مثلا اینم خیلی خوب رفته بالا دیگه. نیرو همونجوری که بارها گفتم در موردش تونست دقیقاً خط روند صعودیشو حفظ کنه و از همینجا یه حرکت به سمت بالا داشته باشه. هدف اولشو زده این، یعنی 97,671، بعد حمله کنه به این مقاومت قرمز رنگش، یعنی 448 و اگر اینجا رو عبور کنه هدف دومش میشه 103,259. فعلا پول داخلش هست، شرایطش هم خیلی خیلی جذابه. پس تا موقعی که بالای 921.53 هستش میتونیم روندش رو صعودی ببینیم، ولی فعلا این پول داخلش هست و همجوری هم که میبینید خوب داره صعود میکنه. اینجا به نظرم ورود نکنید بهتره دیگه، چون وسط مسیره و نزدیک مقاومتش. خب حالا نات کوین اینم دقیقاً از همین باکس ما برگشت، یعنی تقریبا خرید پله اولمون دقیقاً همون دیشب تاچ شد. خب تا موقعی که بالای 62.44 بچه‌ها روندش رو صعودی می‌بینیم. دقیقاً هدف اولش رو زده، یه برگشت زده، دوباره داره حمله میکنه به سمت هدف اولش. خب این خط روندرم از دست داده دیگه، یه جوری تثبیت کرده، میتونیم پول بک ببینیمش بچه‌ها. سر این به خاطر این اصلاً عجله نکنید، بذارید بالای این تثبیت کنه. اگر ورود نکردید، اگر شرایط مارکت ها خیلی خیلی خوب صعودی دیدید، میتونید بعد از شکست و این خط روندم داریم الان، این خط روند نزولی هم الان داریم. پس اگه بتونه بالای اینجا تثبیت کنه، یعنی حرکت قوی بزنه بالای اینجا تثبیت کنه، رنج بخوره و بکنه بره به سمت بالا، میتونیم تو این شرایط ورود کنیم برای این مقاومت قویش که روی 7005 هستش. خب اینم در نظر بگیر. این هدف یکیشو تقریبا تاچ کرده، هدف دومش هم میشه 6706. پس اینم در نظر داشته باشید دوستان عزیزم. و نات کوین، ماک کوین هم خب خوب اصلاح کرد دیروز و یه پایین خوب داشت و الان هم حرکت رو داریم میبینیم دیگه، یه حرکت خوب داره میزنه. بس تا موقعی که بالای 209.44 ما میتونیم هدف اولش 22,424 و هدف دومش 23,856 رو از ماک کوین انتظار داشته باشیم که بهش دست پیدا کنه. خب شرایطش خوبه، هنوز بالای خط روند نزولیشه و به قول معروف یه خروج داشت ولی دوباره برش گردوند و بعد منتظر باشیم. اگر یه پول بک زد، شرط مارکت خوب بود، یعنی اومد اینجا، میتونیم بیا خرید کنیم بابت نوسانگیری روی ماک کوین. اینم از ماک کوین. حالا بیبی دوج چی کار کرده؟ بیبی دوج شرایطش زیاد خوب عمل نکرده، ولی فعلا میتونیم اگه خواستید نوسانش رو بگیرید، این خط روند نزولی فوق‌العاده قویه و باعث ریزش یا اصلاح عمیق بیبی دوج شده فعلا. ولی فعلا طبق چارت تا موقعی که بالای 31.05 بچه‌ها میتونیم هدف اولش رو 32.86 و هدف دومش رو 34.58 ببینیم. پس اینم از بیبی دوج. اگه اینجا رو از دست بده، هدف اولش میشه 29.25 و هدف دومش میشه 27.47 که ما اینجا میتونیم ورود کنیم بابت یک نوسان خوب. شرایط مارکت رو البته بعد در نظر بگیریم. داگ ویف هم که خیلی بچه‌ها روش تاکید داشتم که خیلی خیلی ارز خوبی، می‌بینید چقدر هم قشنگ بچه‌ها تو این کندل چقدر قوی، ارز خوبیه، فوق‌العاده است. این خط روند نزولی که شکسته رو از دست نداد و نزدیک الان هدف اولشی که من گفتم، یعنی 1.933 و هدف دومش میشه 2.32. خب پس اینو در نظر بگیرید تا موقعی که بالای باکس آبی رنگ من، یعنی 1.835 روندش صعودی کندل خوبی داره میزنه و آلت کوین فکر کنم یه حرکت خوب دارن دیگه، چون هم چیزی که من دارم میبینم بیت کوین هم دامیننس داره اصلاح میکنه، هم ارزم به خدمتتون که دامیننس تتر یه پایینی زد
و بعد منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی برای مارکت میفته و آلت کوین میتونن صعود کنن یا نه. خب بخواید اینو ترند کنید میتونید بعد از تثبیت بالای این نوسانش رو بگیرید، یعنی بالای 1.933 اگر اومد تثبیت کرد، چون اینجا مقاومته دیگه بچا نگاه کنید، اینجا همین جاها باعث ریزشش شده دیگه. نگاه کنید این باکس رو نگاه کنید، دقیقاً اینجا باعث اصلاح شده. پس اینجا خیلی مهمه اینا رو در نظر بگیرید دیگه، یه موقع خدا نکرده ضرر نکنید، چون شرایط چیزی نیستش که من بیام بگم آقا بخرید الان دیگه جا میمونید. پس اینجا این مقاومتر هم دارن همشونا، اینا حواستون باشه. هدف اولشو که تاچ میکنه دقیقاً اینجاها نگاه کنید مقاومتش بوده، احتمال داره اینجا دوباره ریجکت بشه به سمت پایین، پس هیجانی عمل نکنید، احتمال داره همینجا ریجکت بشه دوباره اینجا یه موقعیت خرید بهتون بده برای دوباره یه حمله دیگه. پس این باکس رو در نظر بگیرید تو همه تحلیل ها، وسط مسیر وارد نشید، امکان داره که ضرر کنه. حالا اگه اینجا رو به سمت پایین بشکنه چی؟ خب امکان داره، بله امکانش هست، تو بازار کریپتو امکانش هست. 1.737 هدف اولش و 1.638 هدف دومش که عین دوتاشو ما پله ها رو خرید خواهیم کرد. این از داگ ویف. حالا تون کوین بچا اصلاح خوبی کرد دیشب و اگر اینجا داره تلاش میکنه اینو نگه داره دیگه، اگر بتونه حفظ کنه بالای 5.639 میتونیم هدف اولش، یعنی دقیقاً زیر خط روند نزولیش که همین باعث ریزشی شده، خب خیلی بس مهمه، یعنی میتونیم تقریبا 5.754 تا 796 ببینیم اینجا، ولی خب اینجا مقاومت داره دیگه، چون اینجا دقیقاً باعث همین اصلاح شده دقیقاً. پس اینا خیلی مهمه، همشون دقیقاً شبیه هم، حواستون باشه بچه‌ها. پس یا عجله نکنید یا اگر میخواید ورود کنید بدونید کجای مارکت دارید ورود انجام میدید. خب بابم که ببینیم چطوری عمل کرد. بابم به نظرم جاش خوب بود، دقیقاً این خط روند نزولی که شکسته بود و از دست نداد و بالای تا موقعی که بالای این باکس یعنی 2276 یعنی 22760 هدف اولش میشه 23821 و هدف دومش میشه 24887. اینجا هم دقیقاً باعث ریجکت شده. ببین اینجا یه مقاومت روی 24172 داره، اگر بخواد برگرده چی میشه؟ میشه 21601 و میشه 20517. تو این دوتا پله میتونیم ورود انجام بدیم به صورت پله‌ای، ولی به شرطی که شرایط مارکت رو در نظر بگیرید. نگاه کنید به خاطر این میگم و نباید عجله کنید، چون فرصت خرید بهتون میده اگه قرار باشه بره بالا، همچین نقدینگی تو بازار زیاد نیست. اگر دیگه شرایط اوکی بود خواستید نوسان بگیرید، توی پول بکشون به این باکس های آبی رنگی که براتون گذاشتم توی تحلیل‌ها نگاه کنید و میتونید ورود کنید برای اینکه بتونید یه نوسان ازشون بگیرید. خب همشون این شادوها رو زدن دیگه، به خاطر این دارم میگم. این الان همین سیلی دراگون این الان میشه پول بک براش بچه‌ها، خیلیشون هم اینجوریه، این سریشون این اختلاف دارن، ولی تا موقعی که بچه‌ها بالای 992 باکس آبی رنگ من اینو سعودی میبینم، هدف اولش میشه 1047 تا هدف دومش میشه 1108. اگر اینجا رو به سمت پایین بشکنه چی میشه 922 و 859. این اصلی دراگون. جسمی کوین هم که یکی از خب حرکت آنچنانی نداشته فعلا دیگه، جسمی کوین هم شده چون این خط روند سعودیشو از دست داده، به خاطر همینم قدرت نداره. به نظرم من که شرایط بازار یه دفعه تغییر کنه بچه‌ها بخوایم اینو بالا ببینیم، ولی میتونیم دقیقاً رو همین نقطه‌هایی که گفتم دنبال خریدش بگردیم. اگه اینجا رو فعلا بالای این خط باکس آبی منه، یعنی 33 32 فعلا تا موقعی که بالا اینه، هدف اولش 3520 و هدف دومش 3714 هستش. اگر بیاد بالا و این خط رونده رو پس بگیره هدف دومم قطعا خواهد زد، ولی اگر نتونه و بخواد برگرده هدف اولش میشه 3141 و هدف دومش 2956. بین این دوتا میتونی یه پله ورود کنی. خب اینم از این جسمی کوینم گفتم. جی آر تی یا همون گرافتم که جزء ارزهای مورد علاقه منه که در موردش بارها صحبت کردم. خب اینم دقیقاً همون جوریه، همشون شبیه همن دیگه.
تمام سیگنال هامون تقریبا آلت کوین ها تقریبا همه شبیه همن، چون چارتش رو یا اون شاخصشون رو بررسی کردیم دیدید دیگه، همشون شبیه همن تقریبا. ولی خب این میتونیم بگیم این خط روندش رو پس گرفته گرافت، هدف اولش رو زده، یه پول بک به این خط روند سعودی که پس گرفته زده، میتونه بره برای هدف دوم که 22.50. خب اینم بس باید منتظرش باشیم، ارز خوب و قویه و اینو همیشه تو واچ لیستمون باید داشته باشیم. 19.78 هدف اصلاحی اولش اگه قرار باشه به اصلاح کنه مارکت یا بیاد زیر 20.71 و هدف دومش 18.86 که ما پله خریدمون رو میتونیم تو این باکس، یعنی بین 18.05 تا 18.86 انجام بدیم. خب بلک توپی ها هم که گفتم زیاد نمیتونم روش مانور بدم چون شرایطش زیاد خوب نیست، یعنی دیگه اصلا دوستش ندارم، باش قهر کردم. خب این خط رونده رو از دست داده و تا موقعی که البته اینجا ببینید الان شادو زده برگشته پایین، اگر نتونه اینو بگیره هدف اولش میشه 660 و هدف دومش میشه ارزم به خدمتتون که 635. میتونید رو این قیمت ها مثلا یه پله باعث نوسانگیریش انجام بدید، فقط نوسانگیری اگه تونست شرایط مارکت درست بود. ولی اگه اینجا رو تونست دوباره برگردونه میتونه هدف اولش 712 و هدف دومش 737 باشه. اینجا اگر نوسان گیرید حتما باید خروج و سیو سود رو انجام بدید. داگز چیکار کرد؟ داگز هم حرکت خوبی داشت، اومد بالای این خط رونده، فعلا اینجا از این باکس خوب حرکت کرده به سمت بالا، این 51 حرکت کرده، از اینجا یه حرکت خوب زده به سمت بالا، دقیقا رو همین باکس حمایتی که من گذاشته بودم. نگاه کنید روی خط باکس سبز من نگاه کنید، حرکت کرده، هدف اولش رو زده 53.58 و بالای خط روند نزولیشه. اگر بتونه حفظ کنه هدف اولش بعد از این میشه 555.68 و هدف بعدیش هم میشه 59.03. ولی خب اینجا مقاومت‌های قوی داره، اینا رو هم در نظر بگیرید. خب کتس هم که یه پامپ داشته ولی خیلی سریع برگشته، نگاه کنید یه پامپ کرده، یه پامپ خوب از کتس و همونجا خالیش کردن و برگشته پایین. فعلا میتونه دوباره برگرده بالا، دوتا هدفشو زده بچه‌ها. این گفتم بالای باکس آبی من اگر باشه 2080 دوتا هدفشو زده و رفته خیلی بالاتر، یه جورایی تا نزدیک این خط روند نزولیش هم حرکت کرده کتس. خب بچه‌ها بذاری اصطلاح هم یه نگاش کنم دیگه، نمیخوام خیلی طولانی بشه، اینا رو توی چارت میذارم. اصطلاح هم تا موقعی که بالای 33.81 روندش رو سعودی میبینم و اینکه هدف اولش 35.37 و هدف دومش 36.91 باید اینجا تثبیت کنین. یه پول بک هم زده دقیقاً اینجا، به خاطر میگم یه فرصت خرید دوباره میدن همشون. اگر بخواد اینجا رو بشکنه چی، اگه باکس آبی رنگ یعنی 33.58 به سمت این بشکنه 32.30 دقیقاً تو این ناحیه ما میتونیم پله خریدمون رو انجام بدیم. حالا پیناتی که دیشب گفتم جزء واچ لیست منه بچه‌ها، نگاه کن چقدر خوب یه پامپ کرد تا این خط روند نزولیش، باید داره تلاش میکنه که بشکنه این خط روند نزولیش رو، اگه بشکنه میتونه حرکت خوبی بزنه. دقیقاً توی موقع خریدی بود که من اینجا گفته بودم و دیشب هم گفتم جزء ارزایی که میخرمش اگر به این فرصت بده، که 20% رفته بالا دیگه، نوسان خیلی خیلی خوب، یه پامپ خیلی خوب انجام داده، امروز برگشت خیلی خوبی داشته، داره تلاش میکنه این خط روندش رو بشکنه. دو تا هدف امروزش رو زده و تلاش داره میکنه اینو به سمت بالا بشکنه. اگه اینو بشکنه میتونیم اینجاها ببینیمش، اینجا یه مقاومت خوب هم داره البته، میتونه از اینجا پول بکش باشه، یعنی بیاد 79.04 بعد یه پول بک بزنه به این خط رونده و دوباره ادامه صعود. طبق چارت دارم صحبت میکنم، حالا چه اتفاقی میفته برای مارکت دیگه باید منتظر بمونیم. لوکارم بذار یه نگاه کنیم ای شرایطشو. خب اینم دقیقاً نزدیک این خط رونده است، هدف اولش میشه 23 اینجا رو به سمت بالا بشکنه، اینجا مقاومه، همشون مقاومت، به خاطر این اصلاحایی که پشت هم انجام دادن مقاومت‌های زیادی بالا سرشون دارن که باید اینا بشکنه که بتونن صعودی بشن اینا. ولی فعلا بعد به دید نوسانگیری ازشون نگاه کنید بهشون، میتونن دوباره یه پول بک بزنن، عجله نکنید، هیجان زیادی نداشته باشید که الان فکر کنید دیگه بازار برگشت و الان جا میمونه. البته همه چیزی امکان داره، الان شاید همشون پام کنن به سمت
بالا. من فعلا اینو نمیبینم توی چارت و چیزی که من دارم میبینم اون قدرت نیست توی مارکت. همشون رسیدن به این هدف اولشون، تقریبا اکثریت دارن شادو میزنن یا خیلی کم شده که یه سرشون هدف دومشون رو تاچ کردن. بچه‌ها بهترینا رو آرزو میکنم پرسود باشید و حتما لایک و کامنت بذارید. لایک خیلی پایینه درصد لایک و کامنتمون و اینجوری میتونید انرژی به من بدید که من بتونم رایگان اینا رو در اختیارتون قرار بدم و این انرژی رو بذارم. بچه موفق باشید. خدا